بخش تغذیه تیم صحی چهارم مؤسسه اوایسو با پیمودن از راههای خاکی، عبور از روی صخره‌های سنگین و مسیرهای دشوارگذر راهی روستاهای محروم در منطقه موسوم به لالابای ولسوالی جوند بادغیس می‌شوند. لالابای بخش از ولسوالی جوند است که با جمعیت درشت و اما محروم از خدمات اولیه زندگی، جایی که سلامت ساکنان آن پیش از استقرار تیم سیار چهارم این مؤسسه در تهدید جدی قرار داشت. در این تیم سیار، دکتران و کارکنان صحی در بخش‌های تغذیه، اوپیدی، قابلگی، واکسین و صحت روانی برای 27 روستا فعالیت می‌کنند که بخش تغذیه در شرایط بحرانی و کنونی یک از کلیدی‌ترین بخش‌ها محسوب می‌شود. زیرا سوء تغذیه شدید ناشی از فقر، محرومیت و کمبود امکانات غذایی و بهداشتی از دلایل عمده است که کودکان زیاد دچار به سوء تغذیه می‌شوند. خیلی همین اطفالی که سوی تغذیه بوده خیلی مستفید شده. از خیلی مردم خوشحال و همیشه آرزوش همینه که بعد دوام داشته باشه. همین اطفال تیم چهارم بسیار فایده کردن، حال بخیر خوشی خود چاق تدریج تحت نظر دکترها بسیار فایده کرده. چیزی الوا فایده کرده. خیریه بنام فیض‌آباد ما مولای امام شاه هستیم. این بعد پسر ما هستیم جرأت به غذا داشت خیلی نان کومدگی گفتن همینقدر دکتر صاحب اومدن ما دارن همکاری همینقدر ما دارن رفتی خیلی میتونن تشکر زیاد کنن. وضعیت بهداشتی و لاغری کودکان در معراق توجه عمیق و رسیدگی فوری بخش تغذیه تیم چهارم قرار گرفت که با برنامه‌ریزی دقیق و به موقع در درازای 9 ماه بالای 200 مورد مصاب به سوء تغذیه را از سطح روستاها شناسایی و شامل پروگرام تغذیه نمودند. که از آن میان در حدود 140 تن از کودکان دچار به سوء تغذیه با پیگیری و تلاش بخش تغذیه تیم چهارم شفایاب شدند. که دوست محمد فرزند گلبدین از روستای ارچیک یک از 10 بیماری سوء تغذیه بود که پس از شناسایی کادر تغذیه از طریق موآک با درجه 11.3 با وزن 5.6 و قد 68 شامل پروگرام گردیده بود و با دریافت 7 مرتبه آریوتیف با درجه موآک 13 وزن 7.8 و قد 70 شفایاب و از چرخه پروگرام تغذیه خارج شد. و ډیر منګه د خلک خوشاله دي او منګه خوشاله چې دغه منګه غذا دې ته ورکړه او دی اوس هغه ماشوم تاسو خپل ګوري چې خدمت تکړه د صحتمند ده د منګه د ډاکټر صاحبانو تشکر کوي او په ضمن کې خاص تشکر دي یونیسف له ادارې څخه کې چې بخش تغذیه تقویه کړی دی. در همین حال پدر دوست محمد بیمار شفایاب شده از تغذیه میگوید لاغری دوست محمد کودک خردسالش او و خانواده‌اش را نگران ساخته بود. آنها به دلیل قرار داشتن در موقعیت جغرافیایی دور بر راههای پرخم و پیچ هیچ راه و امیدی برای برگرداندن صحت و دوباره کودکشان نداشتند. اما خوشحال است که تیم سیار چهارم در منطقه شان اعزام تا برایشان از خدمات صحی را انجام میدهند. ما تشکر می‌کنیم از دکتر یونیسف که دکترها جلوی کردن ما شفایاب شده. خیلی تشکر می‌کنیم. یک جان تشکر. همانند خانواده گلبدین، 10 خانواده دیگر محروم از خدمات صحی از برقراری تیم‌های سیار و ویژه تیم چهارم در منطقهشان اظهار رضایت و محبت نشان می‌دهند. عبدالرحمن از روستای زرتان، محمد زمان از روستای کاسک و جان محمد از روستای موسوم به چمن بیت بزرگان قومی اند که از خدمات مؤسسه اوایسو با پشتیبانی مالی یونیسف تشکر می‌کنند. این بزرگان قومی از تمامی دکتران و کارکنان بخش صحی راضی‌اند و خاطرنشان می‌سازند که پیش از این از روبرو شدن با بیماری‌های گوناگون و از دچار شدن کودکانشان به سوء تغذیه رنج می‌بردند، اما با استقرار تیم‌های سیار در این روستاها خاطر آنها آرام گرفته و بیمارانشان به دروازه‌های خانه‌شان تداوی می‌گردند. تشکر از شما که سوء تغذیه به سر هر برجی پیری میایه. ما شما بسیار راضی و خوشیم که خدمت ما از تیم چهارم بسیار رضایت داریم که بر ما بسیار خدمت کردن. خوش هستیم چون که همین مؤسسه یونیسف بر ما بسیار خدمت کردن، بر ما دوا روان کردن، غذا روان کردن، بر طفلک‌های ما، خانم‌های ما بسیار ما خوشیم که بر سر ما بسیار خوشسالی آمده. ما از بخش غذا بسیار کمبود دیدیم، بر ما کمک‌های بسیار. طفلا بسیار خوب شده، بسیار طرف چاقی آماده شده، خوب توضیح کردن، چاق شدن. از همه دکترها تشکر می‌کنیم که از قلعه نو میان اینجا با سوی تغذیه تا مردم مریض همه تشکر می‌کنیم. دوا میتین بسیار زحمت کشیدن.
جدا از این ولسوالی جوند کارکنان دفتر یونیسف نیز عملکرد بخش تغذیه تیم چهارم را زیر ذره‌بین قرار می‌دهند که آنها در هر ماه یک مرتبه در ساحه کاری در سطح روستاها می‌روند و عملکرد این تیم را از نزدیک مشاهده می‌کنند. یک از مشکلات دیگری که سلامتی روستانشینان به ویژه کودکان را به مخاطره روبرو ساخته آب آشامیدنی نامناسب است. آبی که از رودخانه، چشمه یا هم چاه‌های عفر شده تامین می‌گردد. با این وضع به عمق محرومیت در سطح روستاهای لالابای کودکان بیشتر دچار به سوء تغذیه می‌گردند که دکتران و کارکنان صحی با تجهیزات طبی روستا به روستا به دنبال بیمار می‌گردند تا آنها را تداوی کنند.